آقا بریم ببینیم معروف ترین جوجه کباب تهران چه مدلی درست میشه، اونم 50 کیلو. برو تو کارش. عمو سینا اول 5 کیلو پیاز به مرغامون اضافه میکنیم. 5 کیلو پیاز. بعدش هم نوبت فلفل دلمه هاشه. برو تو کارش. عمو فری اینا رو ولش کن، اون راز خوشمزدگی چیه؟ یا تا بهت بگم. این از نمک و فلفل سیاهش. اینم از فلفل قرمز و پودر کاریش. پودر کاری جانم. یه کاسه ماستم داره. حالا نوبت سیرشه. اینم آیتمی که تو تهران هیچ شعبی نمیزنه. خامه سنتی. خامه سنتی ماشاءالله. چه جوجه کبابی بشه. حالا بریم سراغ آبلیموی طبیعی. جانم. عمو سینا حالا بریم یه ماساژ ریز بهش بدیم تا قسمت بعدی. برو برای ماساژ هم فری. نوبتی هم باشه نوبت زعفرون کائناته. شورم برو تو کارش. ماشاءالله چه عطر و بویی داره. به به. تو مرحله آخرم روغن رو بهش اضافه میکنیم. این برای اضافه کردن روغن. عجب جوجه‌ای شد عمو فری. بریم واسه ماساژ دوم که تو جمون حسابی حال بیاد. ای وای من. برو برای ماساژ دوم. عمو سینا بریم که با این جوزا حسابی کار داریم. ماشاءالله آبگردون. آه عالی. ماشاءالله جانم. عمو سینا بریم بر سیخ زدن. ماشاءالله بریم تو کارش. آقا حجم جوجه رو ببین. به عمو سینا هیچ جای تهران نمیتونی جوجه نقصای سفری رو پیدا کنیم. خوبیده هم رو دستمون نمیتونی پیدا کنیم. تو برگ و چنجه هم که دیگه فوق تخصصشو گرفتیم. آقا یعنی یکی از تضمینی ترین گزینه‌ای که اگه برای خودم و خانواده‌ام بخوام کباب بگیرم 100% اینجاست. نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت کبابی مثل کباب سفری تهران. ماشاءالله. کباب که بدون کره محلی معنی نمیده که. جانم. به آقا شما فقط رنگ و لعاب این جوجه رو ببین چقدر خفنه. جونم اینم از برگ و چنجه و کوبیده های جذابش. ماشاءالله ماشاءالله لاتی هم کوبیده رو میکشه. ماشاءالله. اومدم کباب سرای معروف سفری تو پاسداران بغل کلانتری 102 که روزی بالای 50-60 کیلو فقط جوجه کباب مخصوص میزنن. خیلی حرفا. بریم ببینیم داستان چیه. خب آقا جاتون خالی. اینم از سفارش‌های جذاب و خفن ما از یکی از بهترین کبابسراهای تهران، یعنی کبابی سفری، واقع در پاسداران بغل کلانتری 102. اینقدر کباباشو خوبه. مخصوصا جوجه رو ببین رنگ و لعابو نگاه کن. بالای 50-60 کیلو در روز فقط از این جوجه ها میفروشن. خیلی طرفدار داره. کوبیده ها رو بیا ببین. کوبیده، چنجه، برگ اینجا. آقا فول گوسفندیه. گوساله از این در داخل نمیره. خیلی خفن. من اصولا میام رستوران ایرانی هیچ وقت راجع به برنجش صحبت نمی‌کنم، اما ماشاءالله اینقدر عطر و بو و دونه درشته اصلا عالی. برنجشون اینقدر خفنه واقعا ارزش داره. اگر کباب دوست داریم و کباب بازی حتما بیاین اینجا چون سالن نشستن هم دارن. یه جوجه با برنج یا یه کوبیده با برنج یا هر کبابی که عشقت میکشه بزنی بر بدن. هر جای تهران هم که باشی و به هر دلیلی نتونی بیای خرید کنی ارسال میکنن داغ داخل ظرفای ماکروفری میاد دم در خونتون. آسی از این آش و حلیمه اصلا غافل نشو. فوق العاده خوشمزه است. جای همگی خالی.